چرا به زندگی من دخالت میکنی؟ دوستم، تو دردی مرا چی میدانی؟ جورا جان، شاید تو راست میگویی. ما مگر از هم جداییم؟ من برای تو جانم رو میدهم. فکر میکنی که بلای به سر تو آمده درونی مرا نمیسوزاند؟ یگید گوش کن، خودت را به دست گیر. هممون برای تو میسوزیم. این رو به ما روا مبین. جورا جان، تو ساده ای مگر کور هستی؟ معلوم است که کسی با تو چون موش و گربه بازی میکند، میفهمی؟ بیدار شو، عقلت رو به جایش مان. معلوم است که کسی بازی دارد. به زعم آن شما هر دویتان گلوی مرا فشرده ایستاده اید. در کار شود، چون این هم میکنیم. برادر من هستی، جان من هستی. برای فایده تو همه کار رو میکنم، همه کار را، همه چیز را. میفهمی؟ میفهمی مرا؟ ایستید، هر دویتان ایستید. ممدو ایست گفتم. تا به جا آمدن عقلت رو میزنم. دانستمان اگر این دست بر سر تو بالا شود، من آن را کنده می پرتایم. ولی اگر تو زدن خواهی، مرحمت، زن. ممدو، تو هم به درون رو. یک روز از این کارت سخت پشیمان میشوی. آن وقت در کسی رو زنی هم کشاده نمیگردد. تنها میمانی. بعد نگو که نگفته بودم. ممدو، سبب جنجالر چیست؟ جنجال اکای نجیب و یگیت رو هیچ تصور کرده نمیتوانستم. یگیت امروز استعفا داده است. استعفا؟ با فکرم تگی کاسه نیم کاسه هست. چی خیل؟ خاموش است رانا، با تو میگویم. خدایا، تو هم بالای سری ما سردار شدی. چی دیگر گپ نزنیم؟ شوخ کن که در خونه اکای نجیبیم، وگرنه به خدا. وگرنه چی؟ گوش کن، مرا عصبی نکن. التماس، اقلا شما آرام باشید. شد ببخش. گوش کن یگید، حاضر با تو یک چیز میگویم. ممکن به من باور نکنی. چه بوده است؟ ممدو با تو گفت که با تو بازی دارند. این درست بود. چه خیل؟ در حقیقت بازی چه نفری شده ای. در دامت رو میخواند افتانند. در پرونده نقشه ها درباره تو پرونده مخصوصی هست که رمزدار است. خیر؟ دنبالت نفری هست. با آن کس چند ماه هست که تو را تعقیب دارد. حتی چی؟ حتی در پرونده آمده است که حلیمه را دانسته به قتل رسانیدند. برای تو را قهرآلود کردند. سردارم، شما چه ها میگویید؟ واقعا همچنین است. افسوس. روزهای آخر نفری هست که با تو واخوری گذرانده ایستاده باشد. کاری دنیا چنین است. او کسی که نباشد دنبال تو هست و تو دام شیطانی میخواد اندازد. چه که میدانی به من بگو. داد زنیم و جنجال هم کنیم. تو فرزند ما هستی. بگو تا اینکه کمک کرده توانی. به کمک احتیاج ندارم. کسی را هم دیدن نمیخواهم. یگید گوش کن، این خیلی مهم است. دیده و دانسته تو را از دست نمیدهم. از میان دستانم دور شدن را تماشا نمیکنم. بگو آخر کسی هست؟ از برای خدا این سخنها را یک طرف مانید. از این پرسش و بازپرسی ها بیزار شدم. بیهوده مرا تعقیب دارید. کسی دام گذاشته است و شما باشید بخبرید. یگید
نرو بیمان اینجا. خودتان میدونید که اینجا دسیسه هست و باز باوری دارید که تیری نقرگین منم. در چنین حالت سردارم، مرا با جز رفتن راه دیگری نیست. یگیت ایست مرو. یگیت